نمونه سوالی از مجموع سوالهای المپیاد ریاضی ایران با عنوان مقدار عبارت زیر چیست؟ 987,654,321 ضرب در 987,654,321. به نام خداوند جان و خرد. سلام عرض کنم خدمت دوستداران ریاضی. البته این سوالی که اینجا مطرح هستش با کمی تغییرات نسبت به اون سوالی که تو المپیاد ریاضی اومده نوشته شده، که البته سوال اصلیشو میتونید توی مجموع سوالات المپیاد ریاضی ببینید. خب این خیلی سوال جالبی هستش در رابطه با اینه که ما اگه بخوایم دو تا عبارت بزرگ رو تو هم دیگه ضرب بکنیم از چه روش‌های غیر از این ضرب معمولی که ما استفاده می‌کنیم میتونیم بهره ببریم. خب همونطور که گفتم خدمتتون، شاید ساده ترین راه این هستش که ما این دوتا عدد رو در هم دیگه ضرب بکنیم، ماحصل رو به دست بیاریم. یه روش دیگه هم هستش که من از اون روش میخوام برای حل این مسئله استفاده کنم. در ادامه اون روش رو خواهید دید. خب برای حل این مسئله یعنی 987,654,321 ضرب در خودش، یا به عبارت دیگه این عدد به توان دو رو بخوایم به دست بیاریم، میتونیم یک جدول به این ترتیبی که شما در این تصویر مشاهده میکنید رو داشته باشیم. یه مربع 9 خونه در 9 خونه، بعد این ارقام رو به ترتیب از بزرگترین جایگاه رقم می نویسیم. یعنی می شود 9 8 7 6 5 4 3 2 1 و از این طرف هم همینطور 9 8 7 6 5 4 3 2 1 و اینها رو تو هم دیگه ضرب میکنیم و در خونه مربوطه مینویسیم. مثلا 1 رو در 1 ضرب میکنیم، اینجا مینویسیم 1 رو در 2 ضرب میکنیم، مثلا 2 3 همینطور ضرب که میکنیم به این ترتیب 4 5 6 7 8 9. خب سطر بعدی میشود 2 4 6 8 10 12 14 16 18 و به همین ترتیب تا تمام خونه ها پر بشه. مثلا این خونه آخر یا بالاترین خونه برابر با عدد 81 میشه. خب معادل همون جدولی که گفتم خدمتون که اعداد رو می نویسیم من آماده کردم و تک تک خونه ها ضرب اعداد رو می بینید شما. مثلا 6 ضرب در 6 ضرب در مثلا 7 می شود 42، یا 8 ضرب در 3 می شود 24. این ضرب ها رو همه رو من اینجا براتون نوشتم. خب این جدولی که ملاحظه میکنید، پس تک تک خونه ها رو از حاصل ضرب اعدادی که رو سطر و ستون نوشته شده ملاحظه میکنید. مرحله بعد اعدادی که روی قطر این جدولمون یا ماتریسمون قرار داره رو با هم دیگه جمع میکنیم. خب این میشود 1، این میشود 1، جمع 2 و 2 میشود 4، جمع 3 و 4 و 3 میشود 10، جمع 4 و 6 و 6 و 4 میشود 20. به همین ترتیب همه اعدادی که دور این جدول مشاهده میکنید رو ما به دست آوردیم. خب ببینید این جدولی که الان شما ملاحظه میکنید در واقع یک ماتریس هستش. ماتریسی که از تعدادی سطر و ستون تشکیل شده.
حالا این سطر و ستون ما به چه ترتیب هستش؟ ببینید این الان جایگاه یکان عدد 987,654,321 از این جایگاه دهگان، صدگان، هزارگان الی آخر. و همینطور توی سطر هم به همین ترتیب هستش، یعنی سطرمون جایگاه یکان، دهگان، صدگان، هزارگان الی آخر هستش که اینا رو تو هم دیگه ضرب کردیم. حاصل ضرب اینها در خونه‌هایی قرار گرفته که جمع اونها توسط خطوط مورب و کجی انجام شده. این خطوط کج به موازات قطر فرعیمون قرار داره و اینا رو همه رو اومدیم با هم جمع کردیم. یه ویژگی در خصوص تک تک این جمع ها وجود داره که اونو میخوایم با هم دیگه الان صحبت کنیم. خب الان یه ذره صفحه رو من پاک بکنم تا راحت‌تر بتونم این توضیح براتون انجام بدم. ببینید مثلا فرض کنید خط مورب رو شما در نظر بگیرید. این 3 حاصل ضرب رقم یکان این عدد در رقم صدگان این عدد هستش. عدد 4 حاصل ضرب رقم دهگان این عدد در عدد دهگان این عدد هست و این 3 ما حاصل ضرب رقم صدگان در رقم یکان هستش. خب حالا ببینید یه عدد که جایگاهش رقم صدگان باشه، مثلا آ 0 ضرب در یک عدد در جایگاه یکان باشه، ضرب بشه اتفاقی میفته آ در ب ضرب میشه 2 تا 0 میاد، یعنی به طور معمول و به صورت قاعده این آی حاصل ضرب آی ضرب در ب در جایگاه صدگان نوشته میشه. اگر 2 تا عدد که جایگاه دهگان دارن در هم دیگه ضرب بشه، مثل این آ و 0 در ب ضرب در 0 با هم دیگه ضرب بشن، چون 2 تا 0 داره 2 تا 0 نوشته میشه، آ در ب ضرب میشه، باز دوباره حاصل ضرب اینها میره در جایگاه صدگان. به همین ترتیب اگر رقم یکان ضرب در یک عدد در جایگاه صدگان بشه، خب این 2 تا 0 نوشته میشه، آ ضرب در ب میشه میاد در جایگاه صدگان. خب این توضیح رو دادم خدمتتون، حال برگردیم اینجا. خب چی میخواستم بگم؟ میخواستم اینو بهتون بگم که الان این یک ما جایگاه یکان هسته، چون حاصل ضرب جایگاه رقم یکان این عدد در رقم یکان این عدد هستش. 4 ما که مجموع این 2 و 2 هستش، این 2 حاصل ضرب رقم یکان در رقم دهگان و این 2 حاصل ضرب رقم دهگان در رقم یکان هست. پس این 4 ما در جایگاه دهگان عدد اصلیمون، عدد چیز حاصل ضربمون قرار میگیره. این دهی که اینجا هستش که حاصل جمع این 3 تا رقم هستش میاد در جایگاه صدگان قرار میگیره، جایگاه هزارگان الی آخر میره بالا. خب این نکته اول. نکته دوم، خب ببینید این الان خودش 10 هستش، 10 رو که من نمیتونم جای صدگان بذارم، چیکار میکنم؟ پس این 0 رو میارم در جایگاه صدگان قرار میدم، 1 رو میبرم یه مرحله بالاتر و در جایگاه هزارگان قرار میدم. به همین ترتیب این حاصل ضرب رو انجام میدم. ببینید پس این شد رقم یکان، این شد رقم دهگان، این دهی که ما داریم 0 میاد جایگاه صدگان، 1 میره یک مرحله بالاتر با 20 جمع میشه، میشود 21، 1 میاد در این جایگاه، 2 میره در جایگاه بالاتر، 35 با 2 جمع میشه، میشود 37، 3 میره بالاتر، 3 با 56 جمع میشه، میشه 59، 9 نوشته میشه، 5 میره جایگاه بالاتر،
84 با 5 جمع میشه 89. 8ش میره جایگاه بالاتر. 8 با 120 جمع میشه 128. 8ش نوشته میشه. 12ش میره جایگاه بالاتر. 12 با 165 جمع میشه 177. 177ش نوشته میشه. 17 میره جایگاه بالاتر. 200 با 17 جمع میشه 217. 7ش نوشته میشه در این جایگاه. بعد 217 بود دیگه، درسته. 21ش میره جایگاه بالاتر. دیویست و 24 با 21 جمع میشه 245. 5ش نوشته میشه 24ش میره جایگاه بالاتر. چهار 236 با 24 جمع میشود 260. صفرش نوشته میشه 26ش میره جایگاه بالاتر. 26 با 235 جمع میشه 26 با 235 جمع بشه میشود 261. یکش نوشته میشه 260ش میره جایگاه بالاتر میشه 26. 26 با 220 جمع میشه 246. 246 6ش نوشته میشه 24ش میره بالاتر. 24 با 190 جمع میشود 214. 4ش نوشته میشه یا نه 200. اینجا رو من فکر میکنم یه جاش اشتباه کردم. حالا خودتون بعداً این جمع ها رو انجام بدید چون اینجا رو من فکر میکنم یه اشتباهی نوشتم. به هر حال این جایگاه ها رو به همین ترتیب شما خودتون انجام بدید و نهایتاً عددی که به دست میاد به این ترتیب هستش که رقم یکان ما 1 میشه، دهگان ما 4 میشه، صدگان ما 0 میشه، هزارگان ما 1 میشه، بعد 7، بعد 9 و نهایتاً این حاصل ضربی که به این ترتیب که شما ملاحظه کردید جدول بندی کردیم به دست اومد. عدد به دست اومده عبارتند از این عددی که من اینجا واسه می نویسم 975 461. خب من این ضرب رو قبلا انجام دادم به همین ترتیب 0.55. ببخشید اینجا شد 0.57 789 971 041 که این می شود جایگاه یکان، دهگان، صدگان، هزار، میلیون، میلیارد، تریلیارد. پس عددمون می شود 975 تریلیارد و 461 تریلیون و 57 میلیارد و 789 میلیون و 971 هزار و 41. امیدوارم از این روش حل استفاده کافی رو برده باشید. موفق و پیروز باشید.